درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول تقدیمتان می‌گردد. گفتار یکم. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکمی آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره کنی و راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افین صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. سرسخن مترجم. کسینوفونت تقریباً 430-456 تا میلاد همچون نویسنده و مورخ افینگی، لشکرکش و خادم سیاسی معروف است. او در برابر اثری زیاد و مشهورش اینچنین کیراپیدیا یا کروشنامه از زبان یونانی تحت اللفظی همچون تربیه کروش ترجمه می شود را نوشته است. آن یک نوع رمانی تربیوی درباره کوروش بزرگ، پادشاه فارس و اساسگزار سلاله هخامنشی‌ها می باشد که سالهای 559 530 تا میلاد حکمرانی نموده است. کیراپیدیا خصوصیت اخلاقی و دیداکتیکی دارد و کسینوفونت در آن هدف سازمان دادن آیین شاهزادگان را داشته است. برای این و یک خصلت حاکم و لشکرکش آرمانی را با عادتهای تا حد سپارتنی نمونه دولت اشرافان سپارتا در یونان با اصول خاصه سخاوتمندانه و نکوخواهی ایجاد می کند. در برابر این مؤلف تأثیر تعلیمات سقراط را که شاگرد او بود در کنسپت تربیه نکوکاری اریمه، اصطلاحی که افلاطون در جمهوریت به کار برده است، نشان می دهد. کسینوفونت در بیان بخش‌های کتاب نظام تعلیمی فارس، دستورهای و تاکتیک‌های حربی و همه آن مطالبی را که به تشکلیابی سیمای حکمرانی بزرگ کوروش مساعدت می‌کند تصویر می‌نماید. کسینوفونت بر رساله نمونوی خود با یک قطار واسطه‌های نقلی، قصه‌های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی که با حکایه‌های سیاسی و حربی آمیخته شده اند خصوصیت خاصه می باشد. عیان است که عنوان کیراپیدیا یا تربیه کوروش
تنها به بخش یا کتاب اولی آن اشاره می کند، زیرا هدف از کتاب‌های باقی مانده معرفی آرمان جوانمردی و صاحب اختیاری در اساس توصیف شخصیت نمونوی کوروش می باشد. اما کسینفان در کتاب اول فصلهای 1 و 6 اثر 3 جنبه بنیادی تحقیق به نظر او حاکمی استثنایی را مقرر می کند: نسبنامه، خصلت‌های طبیعی و تحصیلات دانش و مهارت جنگی. مؤلف برای تصویر آن سعی می ورزد که پیش از همه تشکلیابی سیرت قهرمان اثرش کتاب 1، ثانیاً رفتار و کردار او که محصول همین تشکلیابی سیرت معنی داد می شود، کتاب‌های 2 و 8 به قلم آورده تأکید می نماید که شخصیت جنگاوری کوروش نه تنها از نتیجه تعلیم و تربیه دوران جوانیش برمی آید. از این رو کیرپیدیا در رابطه به محتوای آن معنای پره تشکلیابی سیرت کوروش را در بیان منتظم اندیشه های مؤلف درباره معارف، شکار، اسب سواری، سیاست، اخلاق و هنرهای حربی در مجموع معنی داد نموده، نه فقط در اثر مذکور بلکه در نوشته های دیگری کسینفانت نیز تصویر یافته‌اند. به این معنا درک اندیشه های کسینفانت تنها توسط تحقیق آثار غنی او به دست آمده می تواند. یکی از اثر دیگری این مؤلف، اناباسیس، نیز با فرهنگ فارس‌ها ارتباط قوی دارد، ولی باقی مانده آثار در سمت‌های دیگر و گوناگون نوشته شده. بررسی تاریخ نگاری و انکامستیکی، هنری نوشتن مدح و ستایش تاریخ سیاسی و نظامی یونان، الینیکا یا تاریخ یونانی، اریسیلای، کمش 4 اثر دیگر که در پیروی از اندیشه های فلسفی سقراط نوشته شده اند، همزمان خاطره او را پاس داشته، مبادئ اخلاقی و ذهنی او را موافق برنامه خاصه کسینفانی انکشاف می دهند. آنها را چنین تصنیف دادن ممکن است: درباره مسائل فلسفی یادداشت سقراط، گیران، محفل، رساله های مختصر درباره مسئله های هنرهای حربی، درباره سواره، درباره شکار، مسئله های سیاسی، سیاست لکدیمانی، سیاست افینی و اقتصادی، درباره درآمدهای مالی. این مسئله ها و اثرهای مذکور از همدیگر به طور ارثی جدا نیستند. مثلا اثرهای فلسفی دارای عنصرهای سیاست هم عملیه و هم نظریه و اقتصاد بوده، سیاست افینی با اثرهای تاریخی، سیاسی و حربی ارتباط دارند. عموماً تمام مجموعه اثرهای کسینفانت از دیگر ژانرها و موضوعها نه تنها از نگاه مشاهده پیگیرانه عالم و طرز رفتار و مناسبت آدمان در آن، بلکه با تمایل پیگیرانه دیداکتیکی فرق می کند که در آن تصویر این عالم و مناسبت‌های آدمان پیشکش شده، خوانندگان را برای پذیرفتن آن دعوت می کند. مطالعه درست هر یک اثر کسینفانت تقاضای دانش صحیح
درباره همه این اثرها و بعضی فهمش‌های عمومی درباره آمیزش خاصی اخلاق، عملیه و آمادگی برای برداشت یک نوع درس عبرت از گذشته را در بر می‌گیرد که در نهایت کار فعالیت کسینوفونت را همچون نویسنده با اسلوب خاصی او معین می‌کند. در دایره این قضیه ها مطالعه کیراپیدیا همچون سرچشمه تاریخ مردم فارس نژاد به خصوص تاجیکان برای آنهایی که شوق و هوسشان به تحقیق ایمپریای هخامنشیان با احساس عمومی کسینوفونت موافقت نمی کند، دشواری های ویژگی را به میان می آورد. این به وضعیت نیز ارتباط دارد که کیراپیدیا عموماً به موضوع اساسی اخلاق عملی کروش بخشیده شده و طور کلی در اثرهای او افاده یافتند و آن به عقیده او قبل از همه به نشان دادن راه درست و ثمره بخشترین عملی ساختن حاکمیت یک حاکم بر آدمان دیگر بخشیده شده است. آنکه کسینوفونت در آخر عمر خود تصمیم گرفته است که این سوار بزرگ را در یک گزارش تاریخیش از حیات بنیادگذار امپریای فارس فرا گیرد، احتمالاً یک تحفه بزرگ برای مورخان این امپریا است. اما کاربرد این تحفه آسان نیست. آن یک نوع دستور و از مطالب دیگری عبارت است که کسینوفونت در مجموع نوشته و نه همیشه مستقیما هر آن چیزی را که مورخ دانستن می‌خواهد بیان نموده است. قسمت اساسی کیراپیدیا با تصویر حیات اجتماعی فارس آغاز می شود. جامعه متشکلی که بر مراتب طبقه های سن و ساری سازمان یافته، در آن نورسان 16-18 ساله عدالت، جوانمردی، اطاعتکاری و استفاده کمان و نیزه پرتایی را آموخته تا به مرتبه افیب می رسند و برای خدمت حربی عهدهدار شده در محافظت شهر و دولت شرکت می ورزند و تا رسیدن به مرتبه های دیگر که در اثر ذکر یافته‌اند فعالیت می کنند. در همین محیط کروش نیز تربیت یافته پس از 12 سال همراه مادرش دختری شاه ماد استیک به ماد سفر کرده و مدتی 3 سال در آنجا میماند. در اینجا با بابایش پادشاه خودکامه کشور شناس می شود و با فرهنگ خاصه شاهانه، لباس پوشی خاصه، عادتهای زیبای خوراکخوری، هنری اسب سواری، سخنرانی تأثیر بخش و غیره شناسایی پیدا کرده. اینچنین تجربه جنگی بی‌واسطه می‌گیرد. جرأت بی‌اندیشگی او و پیروزی بر لشکری آشوری تجربه اولی او بود و همه این به او امکان می‌دهد که لذت معروفیت و همسفری را نیز احساس کند. او به فارس برمیگردد و 10 سال می‌گذرد. پس از آن آشوری ها به ماد حمله می کنند و کروش با اسکران فارسی برای کمک به کیکسر و مادها سفر می کند. محاربه های من بعد در 6 کتاب
کیراپیدیا تصویر می یابد. جنگ ها در ارمنستان و کلدیا، حمله و شکست اولین آشوری ها، معرکه اناتولیا، کامیابی در محاربه بابل و غیره. ویژگی های دیگری مهم این تصویرها در آن افاده می یابد که کوروش یک شکلی نوی ارتش پارسی را سازمان داده بود که آن پیش از همه توسط مسلح کردن پارس های خیلی کمبغل از طریق به تحصیل نظامی فرا گرفتن آنها و سپس تعلیم دادن هنر اسب سواری در جنگ برای بلند برداشتن مهارت جنگاوران سواره آینده در ابتدا از حساب اشراف زادگان بود توصیف می یابد. در نهایت کار کامیابی های جنگی کوروش باعث رشک و حسدی که اکثر است می گردد و هرچند مناسبت های آنها بهتر می شوند، اما شهرت و عظمت این شاهیماد به پس پرده می رود. باب نوبتی کتاب و تصویر نهادهای سلطنت نو بخشیده شده است. ما به شرح این فصل در پایانتر برمی گردیم. نهایت هنگام سفر به فارس کوروش در خوابش نزدیک شوی مرگ را احساس نموده بعدی چند روز آرامانه می میرد. چنین طرز بیان حادثه ها درباره طبیعت قاطع دیالکتیکی متن چیزی را داده نمیتواند. در آن نسبت به تصویر تاریخی حادثه ها بیشتر بیان بدیعی آنها به نظر رسیده. به تاریخ نگاری که در دوران عتیقه معمول بود شباهتی کم دارد. در برابر این معلوم می شود که خط سوژت اساسی با مطالبی که در آثار هرودوت یا کتیسی مشاهده می شود تا چه اندازه اختلاف نظر دارد. قبل از همه در کیراپیدیا اسیان به مقابل مات جای ندارد و کوروش نه در میدان محاربه به قتل می رسد بلکه در بسترش می میرد. مضمونا آن به مثل حکایه مقرری و به درامه ظاهر می شود که در آثار مؤلفان دیگر به استناد به عنصرهای اسطوروی تصویر کرده می شود. موفقیت‌های بر دوام کوروش در محاربه‌های جنگی به حد غیر واقعی تصویر شده است، زیرا که مثلا او در یگان محاربه مغلوب نشده. سبب این پیروزی‌هایش گویا از فعل‌های نیک الهی سرچشمه می‌گیرد. شما گفتار یکم را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینافوند تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. پایان گفتار یکم. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.